قبازی ها من فلانم و تو فلان دیگر در دین وجود ندارد. اعتصام به حبل الله سبب می شود که قوتت تکمیل می شود. نصرت الله ذوالجلال در سرت می آید. عزت و کرامت دوباره به دستت می آید. شان شوکتت بلند می شود. اما متاسفانه یهود و نصارا از چندین سال به این طرف کار کرد، مسلمان ها را فرقه فرقه ساخت. حتی امروز تعصبات قومی در بین مسلمان ها وجود دارد. من میگم من ازبکم، دیگر مردم نباشد. یکی دیگری میگم من ترکمنم، دیگر مردم نباشد. یکی دیگری میگم من تاجیکم، دیگرا نباشد. یکی دیگری میگم من عربم، دیگرا نباشد. یکی دیگر میگم من پشتونم، دیگرا نباشد. یکی دیگری میگم من فشییم، دیگرا نباشد. یکی دیگری میگم من نورستانیم، دیگرا نباشد. یکی دیگری میگم من کاملا عجمم، کاملا دیگرا نباشد. اشتباهی بزرگی هست دوستای محترم. این اشتباه بزرگی هست. بلال از حبش، حسن از بصره، صهیب از روم، سعد بن ابی وقاص از مکه، ابوذر غفاری از مدینه برادر می شود. وحدت می کنند. ولی ما را چی شده؟ ما را چی شده؟ تقریبا 14.5 سال است ما مسلمان هستیم، هنوز در بین همدیگر تعصبات قومی، سمت فرستی، زبان فرستی، این و آن در بین من تو وجود دارد. انما المؤمنون اخوه. خلاص شد. انما المؤمنون اخوه. مؤمن برادر مؤمن است. اگر در شوروی زندگی میکنه مسلمان شده میاید اینجا مؤمن برادر ما هست. اگر در آمریکا هست مسلمان شده، دین اسلام که ما حقه قبول کرده، و برادر ما هست. حالا که رسول علیه السلام عرب بودن، ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اکثریت عرب بودن، نگفتن ما عربیم. سلمان از فارس است. پیغمبر علیه السلام میگه سلمان از ما از سلمان. سبحان الله. فارس. باید من شما هم مانند صحابه وار زندگی کنیم، متحد شویم، اتحاد در بین داشته باشیم. چه در ولایت زندگی میکنیم، چه در مملکت زندگی میکنیم، چه در قریه. گپایی کمیکاس او طرف کنیم. گپایی که بالفرض و تقدیر در طول انقلاب در بین من و شما پیدا شده، اونا را کنار بگذاریم، به کنار هم دیگه جمع شویم، متحد شویم. الله ذوالجلال چی میگه؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله. مگر کسانی که توبه میکنن، عمل خود اصلاح میکنن، به الله اعتصام میکنن، و اخلصوا دینهم لله، دین را خالص برای خدا میگردانند، فاولئک اینمی جمع مع المؤمنین، به همراه مؤمنین میباشد. وحدت است. و که دینش خالص برای خدا گردانید، که مؤمنین یک جا زندگی میکنند. اما امروز ما چرا؟ چی شده است که ما را؟ قرآن در بین ما زنده هست. هنوز من فلان و من فلان و من فلان میگه. حتی یک قوم در بین خود نفاق شقاق دارد. مثلا قوم ازبک، یا قوم ترکمن، یا قوم پشتون، یا قوم تاجیک، یا قوم عرب، یا قوم کسی دیگری به نام نورستانی و پشه‌ای، در بینش وحدت ندارد.